آقا وقتی میگه موتورخونه قیمتش باله و دوستان میان میگن چرا قیمت بالا میدی، چرا فلان میدی، این موتورخونه بسته شده از طرف یکی از دوستان همکارای عزیز ساپورت گیری در حد سیم منومانو اصلا نداره موتورخونه، هر جوری خواسته یا هر کاری خواسته توی موتورخونه کرده. اگر یه وقتی میری ما میم سر ساختمون یه قیمت میدیم یا آقا چرا قیمتت بالا، برای همین خورده کاری و کاری ریز اصلی موتورخونه جوش کاری کردن. خب لولکش گاز هم که بیاری جوش کار بشه در پنجره برات موتورخونه رو ببنده، یعنی نقشه بهش میدی میکشی. این داستان های بعدشه که میخوای خدمات برسونی، ساختمون میلیاردی خرج شده و حالا باید ما گریه بکنیم، بخیم داغش بکنیم یا سردش بکنیم. که میگی آقا قیمتت بالا، برای این کارمونه که بعدش میشه راه بندازی. نه مثل الان که من باید دنیای پول خرج بکنم تا بتونم این موتورخونه رو استارت بزنی فقط.